دوستان مگر گرمی نیست ولی تفته قسم حبس هوا در میگردم عرق منه بارندگی میشه هر دفعه بارندگی میشه مگر هوا نمیفهم چرا اتر حبس هسته خیلی تفته اینجا سایت دوستان رنج ده چون بارندگی خوب بارندگی شده چند روز دیگه مگر هوا بسیار حبس. سلام و درود خدمت همگی شما دوستا و عزیزا، امیدوارم که سلامت باشین، بخیر باشین، در هر کجایی که زندگی نیدم تو خوشحال باشین. عزیزا بازم خوش آمدین تا این برنامه ما دیگه. همینطور آمدیم یک لحظه گفتم باشه یک لحظه قدم بزنم اینجا، خسته شده بودم واقعا دوستا. اکثریت دوستا که واقعا مهاجر هستن، از فامیل و وطن و برادرها همگی دور هستن سالهای سال، واقعا بخشش خیلی سخته و تنهایی دیگه خسته میشدم. اگر آدم یک مسئولیت همیشگی داشته باشد و هم گپی نیست آدم چند دقیقه ساد آدم تیر است و منچه قدر سر آدم چی نماید. اما عزیزا خیلی سخته که چون تنها باشد، بیکار باشد، چند دقیقه اگر در بیرون اینجا بر نشنه باز بخشی آدم خیلی سخت میگذره و آدم مریض میشه دیگه. ما امیدواریم که دوستایی که از ما وری همیشه به تنهایی در ملک غربت به سر مبره، انشالله که روزی شب بره پیش فامیل در وطن خود دیگه. به امید اون روز و او روز را ما از خداوند برای همه عزیزا دوستا میخواییم که او روز برش مهیا شوه و بره دیگه. هستیم دوستا این تقریبا نمی ما را بگیم یعنی همیشه بارش بود و اکثر بارش بود دیگه، خیلی یک خوب بود. ولی باز هم برش میتونیم بگیم دوستا که یعنی اینجام که بارندگی میشه این ولی نه هفته و نیسته او را گان این طرف های که صبح خوبی بارش بود دیگه دوستا. با همچنانی تفته که کسی زیاد نمیفهمم که دلیل ازی چیه. اگر نه اینقدر بارندگی اکثر بارندگی شد باید خیلی هم هوا خنک بود، اما خنک نیست. تا 6 بجه 7 بجه بیگار کاملا نمیتونه تفت است. بعد از یک کم ذره خوب میشه روی شبانه مقدار هوا میچله دیگه. نمینجی دوستا اون وش من درخت ها را پشت سر می شور نموره، هوای دستن نیسته دیگه. میتونه بیننده باشین دوستا، خشم ویدیو هم میگیرم نگسته همراهش یک درد دیل هم کنم. یعنی دوستا این جماعت این نزدیک خانه هم اینجا است، این جماعت یک لحظه پیشینم و همراه شما هم گپ بزنم
نگه دوستا چی کنیم نبیسه ها اون چی تلنشتان و کل افغانی های اونهایی که دیگه مردم های هر کس که فامیلی هایش یاد اینجا دوستایش میآید با هم دیگر اینجا میگرده و میشینه و کسایی که تنها هستن مثل ما ولی برش خیلی سخته واقعا سخته واقعا دوستا خوب دیگه اول خدا رو شکر که می جان آدم جور است در غیر این اصلا هیچ چیز هیچ کس به درد کس نمیخوره و تنها خود آدم و هیچ کس حتی برادر آدم هم باشه تا برادر آدم نمیخوره دیگه خب به هر صورت دوستا زیاد از این حرفا میگذریم و ببینیم دوستا وقت خوبی سال است دیگه دوستا یه کاش من کامرا زیاد از گیریم شروع میکنم دوستا خوب فصل سال است اما یک ذره گرمیه اینجا دیگه بسیار سرسبز بسیار خوب شه اینی گل رو خبر این دوستا اگر شناختین خیلی مشهوره کامنت نوشته کید یکی من باز اینی گل خیلی خوش خوب شد جای با صفای دوستا خیلی علفایش سرسبز صفا باز اینجا که بخوای یگان رستوران و هتل داره هست گوش نشونی توش نشونی همه چیز اینجا پیدا میشه چرا مریضه اینی گلا دوستا خیلی جالب است که بین یا اینجا هم پانده زیاد است این سالگرد گرفته اینا